ذخیره کردیم نرخش بلند، نرخش 1.5 سومون ده. 1 سومون و 20 درهم میگرفتیم، 90 درهم من خیلی برده میدادند. سال پیشتر 80 درهم بود. نور محمد بیکوف ساکنی ناحیه دیوشتیچین دهه متک می باشد. او همه سال 3 تن انگشت سنگ را برای زمستان گذرانی ذخیره می کند. برای آنکه عائله‌شان کلان است و اعضایش 27 نفر را تشکیل می کند. او می گوید برای معتدل نگاه داشتن حرارت خانه خود با ارزش 1 سومون و 50 درهم انگشت سنگ خریداری می کند. نور محمد بیکوف از گرانی نرخ امساله انگشت اظهار نگرانی کرد. نگاه کرده بینید اگر انگشت نرخش بالا رفته است. اگر انگشت اگر نرخش ارزان باشد میشد من طرفای ما کوهستان ارچه نمی بریدن، خور نمی کندن. مثلا بسیار طبیعت با همین یاردم کلان بود. انگشت خانه را گرم میکنند. مثلا بچه که من سحر اند خسته مکتب میرن، مکتب من مکتب را با انگشت وابستگی دارد که مثلا چند ساعته که چند مدته که طلبه در ساعتش میخواند همون وقت با انگشت وابستگی دارد که گرم میشد. هیزم خطی هیچ وقت وی تامین کردن نمیشد. نرخ 1 کیلوگرم انگشت سنگ در نقطه های فروشی شهر خوجند 1 سومون و 50 درهم را تشکیل می دهد. با برابری سرد شدن هوا نقطه های انگشت فروشی زیاد می شوند و ساکنان به نصب پیچ های بخاری شروع می نمایند. این نماد سازشواری اساساً از دولت قرقیزستان و دیگر شهر و ناحیه های کشور وارد می شود. نرخ سال گذشته سیراب بود. امسال کومر کم بیچاره رفته کم گوجه‌ها گرام داشتن. حاضر 1 سومون 30 درهمی خرساسین. اکنون نرخ من ساز کومر مول باشد ارزان میشد، کم باشد قیمت میشد. من به نزدیک این کومر ده یک روز باشد یک روز های، 2 روز 3 روز های. من 200 کیلوگرم ماندگی کم باشد آمده همینجا گرام میمونه. چراغ پس پلیت که مانده چای میکنیم یا گاز به چای میکنیم، نشدگین ده چراغ میمانیم، نشدگین ده با چام کنیم کومر رو کرده وای میکنیم داخل علاوه میکنیم. طریق زنگ تلفنی متخصص شعبه سودا و اقتصادی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند ملاحت پلات و گفت که تامین احتیاجات اهالی با موادهای سازشواری و ذخیره‌های انگشت سنگ در 17 نقطه 189 تن یا 102.2% طلبات سالانه نقشه بوده پوره عملی کرده شده است. سنه 20 نوامبر سال 2019 811.9 تن انگشت سنگ ذخیره و خریداری کرده شده است که آن 100% نقشه را تشکیل می‌دهد. بهر تامین اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 مارس سال 2019 تحت رقم 117 درباره سریع آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات جمهوری برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2019-2020 قرار رئیسی ولایت از سال 22 اپریل سال 2019 تحت رقم 181 و قرار رئیس شهر خوجند از 3 مای سال 2019 تحت رقم 320 درباره سری وقت آماده نمودن ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات شهر برای فعالیت منتظم و ثمربخش در دوره تیرماه زمستان سالهای 2019-2020 و تصویب رسیده در ساحه‌های مختلف شهر کارهای عملی به راه مانده شده ایستاده است. سببی بالا رفتن نرخ انگشت سنگ در جریان نوارگیری ناروشن ماند. راهبران جمعیت‌های مطلوبات شهر و ناحیه‌ها و دیرکتوران بازارهای مذکوری ساحه وظیفه‌دار کرده شدند که به مقدار 500 تن انگشت سنگ را خریداری نموده نقشه ذخیره زمستان را تامین نمایند. این مقدار ذخیره تا کدام اندازه نرخ را در بازار تنظیم می‌کند؟ این سوال گشاده باقی می‌ماند. گزارشی گنجینه عالم و سومن حامد و منوچهر منیر برای برنامه اطلاعاتی خبر.